سلام، اینجا با یه استاد همراه میشیم، آرزو فخارزاده، کسی که چرم خامو با دست خودش زنده میکنه. روی چرم کراست با قلمزنی و حکاکی نقش‌هایی میندازه که انگار هر کدومشون یه تیکه از وجودشن. اگه تا حالا فکر میکردی چرم فقط برای دوخت کیف و کفشه، بیا ببین چطوری میتونه بشه بوم نقاشی یه استاد هنرمند. سلام آرزو جون، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی ممنونم که امروز تشریف آوردیم و همراهی کردید ما رو. ممنونم. سلام، خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. امیدوارم که با هم اوقات خوشی داشته باشیم اینجا با هم بفهمیم. خیلی ممنون، متشکرم. اولین سوالی که می‌خواستم ازتون بپرسم اینه که اصلا چی شد که علاقه‌مند به کار چرم شدین و قلمزنی رو چرم شروع کردین؟ حقیقت این که علاقه‌مندی من به چرم از زمان دانشگاه شروع شد. توی دانشگاه به حال هم‌نشینی با بچه‌هایی که رشته‌های مختلف رو کار می‌کنن اینا، حقیقت دوستی داشتم که صنایع دستی می‌خوند، کار چرم رو همیشه با هم توی اتاق داشتیم. برای همین دیگه فضایی فراهم شده بود که من به این موضوع علاقه‌مند بشم. بعد چرم کلاً حس خوبی داره، اون حس زنده بودنش. همیشه دوست داشتم بیشتر باش کار کنم، باش در ارتباط باشم. اینطور شد که کم کم شروع کردم از زمان دانشگاه. فکر می‌کنم سال دوم دانشگاه بودم که شروع کردم کار چرم. و اولین اثری که ساختین چی بوده؟ یادتونه؟ اولین کاری که انجام دادم با چرم حقیقتی که یک کار که به دستی بود برای مادرم. چقدر عالی. خب معمولا ایده طراحیتون از کجا می‌گیرین شما عزیزم؟ ایده طراحی ها بسته به اینکه حالا اون شخصی که کار سفارش میده چی بخواد، ما حتی از خود شخص میتونیم الهام بگیریم کارش رو انجام بدیم. سلیقه‌های شخصی، نه ایده هایی که حالا ذهنی هستن، طرح‌های سنتی ایرانی، نگارگری هایی که توی حالا ایران انجام شده، یا در نهایت خودمون اگر که طرح طبیعت باشه، بنا باشه، همه اینا رو سعی میکنیم توی هنرمون اجرا کنیم، کارهای جدیدتری انجام بدیم به نسبت. چون کلا کار قلمزنی چرم از میدونین کارش برای ایران نبوده ابتدا و حالا این طرحهای ایرانی رو توی کار آوردن احساس میکنم وظیفه ماست که اینا رو جا بندازیم. و اینکه از چه ابزاری برای کارتون استفاده میکنیم برای قلمزنی چرم؟ احساس میکنم خیلی شباهت‌های زیادی به قلمزنی فلز داره. یعنی همون قلم دست که با دست ساخته میشه و چکش هست. یه کمی تفاوت‌های وجود داره ولی قلم و چکش ابزار اصلی کار ماست. چاق گردون داریم و حالا وسایلی که برای حکاکی یعنی برای دوخت چرم استفاده میشه. چالش برانگیزترین سفارشی که داشتیم تا حالا چی بوده؟ حقیقت این که اگر یک ماه پیش از من سوال میشد این میگفتم کاری که از نگارگری آقای فرشجان استفاده کردیم و حالا یه جعبه نفیس درست کردیم، خیلی چالش داشت برای من. اما حقیقت جدیدن یه کار فرور دارم انجام میدم، حالت مجسمه. احساس کنم این چالش بیشتری داشته به نسبت قبلی. چقدر عالی. و اینکه تو این راه دچار مشکل شدیم و چجوری باش کنار اومدیم اصلا؟ مشکلات حقیقت که زیاد بوده، چون همونطور که گفتم هنر قلمزنی درسته که قلمزنی فلز مال ایران بوده، اما قلمزنی چرم توی کشورهای غربی پیشرفته تر شده و حالا به این شکل در اومده و الان برگشته به ایران. و چون ابتدای کار بود و ما شروع کردیم، ابزار نبود، ابزارهای مناسب برای کار ما وجود نداشت، متریال خوب نداشتیم و یک چالش بزرگ دیگه که بود مسئله آموزش درست بود که بازم هیچ مربی حرفه‌ای تو ایران نبود که بتونه این مسئله رو آموزش بده. تنها کاری که از دستمون برمی اومد ترجمه کتاب‌هایی بود که حالا به زبان انگلیسی منتشر شده بود. ویدیو دیدیم، آزمون و خطا کردیم تا کم کم به این نقطه رسیدیم که الان هستیم. چقدر عالی. و اینکه برنامه برای آینده‌تون داریم که این هنر رو حالا آموزش بدیم یا گسترشش بدیم؟ حقیقت که آموزش همین الان هم انجام میدیم. چیزی که دلم میخواد در آینده اتفاق بیفته توی این هنر اینه که ما توی ایران اصلا
هیچ همایشی نداریم، هیچ مسابقه‌ای برای حکاکی چرم نداریم که هنرمندای این حالا این هنر قشنگ تازه داره جا میفته دور هم جمع بشن، با هم رقابت سالم داشته باشن و در نهایت بتونیم ازشون قدردانی کنیم بابت هنرشون، بهشون امتیاز بدیم که میتونی آدم اون حس هدیه گرفتن بابت زحمات و کاری که انجام میده رو داشته باشه. برای هنرمندان با ارزشی مثل شما خب به نظر شما تو این چند سالی که کار کردین مردم بیشتر چه نوع طرح و چه محصولاتی رو بیشتر میپسندن؟ حقیقت این که به نظرم خیلی شخصی سازی شده است، مثلا که دست هنرمندا بازه که چه طرحی رو اجرا کنن، اما ایرانی‌ها همیشه کشیده میشن به سمت کارهای ایرانی. طرحهای گل و مرغ خیلی طرفدار داشته، کارهایی که یه نشونه‌ای، یه اثری از فرهنگمون توش وجود داشته باشه. چقدرم عالی. و معمولا ساخته اثر چقدر براتون زمان بره؟ ساخت اثر قلمزنی حقیقت که خیلی بازه متفاوتی داره، ممکنه یک کاری از 3 روز تا چند ماه زمان ببره برای ساختش. و اینکه مشتری شما اکثرا تو ایران هستن یا خارج از کشور؟ قبل از این که حالا موج این شرایط اقتصادی ایران و اینا پیش بیاد، ما مشتری ایرانی بسیار زیاد داشتیم، اما هرچی این روند افزایش قیمت دلار و اینا بیشتر شد، حقیقت این که بیشتر مشتریمون خارج از ایران هستن. آرزو جون خیلی ممنونم که امروز وقت با ارزشتون رو برای ما گذاشتین و دعوتمون کردین تو این کارگاه زیباتون و واقعا کارگاه زیبایی دارین، با آدم انرژی مثبت میده و به عنوان کلام آخر اگه حرفی سخنی دارین ممنون میشم محبت کنید. خیلی خوشحال شدم که امروز شما رو اینجا داشتم توی کارگاه محقر ما. تنها حرفی که دارم با مسئولین محترمه، خیلی دوست دارم که حقیقت مسئولین بیشتر بها بدن به هنرمندان. خیلی ممنونم، واقعا امیدوارم که بعضی هنرمندامون که اینقدر با ارزش هستن تو این جامعه خیلی رشد بکنن. خیلی ممنونم عزیزم، زحمت کشیدین. خوشحال شدم از آشناییتون. همچنین عزیزم.